نشانه هایی که بهت میگن تو یه روح فرازمینی هستی. میدونستی ممکنه تو یه روح فرازمینی باشی که برای انجام یه مأموریت خاص به زمین اومده؟ اگه این نشونه هایی که میگم رو داری، خیلیا بهت میگن چهرت آشناست، هر جا میری اتفاقات خوبی میفته و اصطلاحاً پا قدم خوبی داری. رابطت با حیوانات عالیه. تحمل انرژی مکانهای شلوغ رو نداری و کلافه میشی. شبها توجه زیادی به آسمون و ستاره ها داری. زندگی زمینی خیلی خوشحالت نمیکنه و همیشه دلتنگ یک جایی هستی ولی نمیدونی کجا و دلت میخواد پرواز کنی. اگه هر کدوم از این نشونه ها رو داری، حتما برای دوستان و عزیزانت هم بفرست.